اومدیم به روز سوم قزاقستان. ما یه اتفاق خیلی بد افتاد. ما قرار بود که بریم یه دریاچه خیلی مهم قزاقستان رو ببینیم. یه تور هم ثبت نام کردیم ولی لوکیشنی که برامون ثبت کرده بودن اشتباه بود و هر کاری که یعنی مسیر رو دویدیم، تاکسی پیدا نمیشد، اتوبوس نمیومد، دویدیم اولا. الان هم دیگه نشستیم خیلی ناراحتیم که نتونستیم بریم. حسه بدیه. بعد من لباسامو تو رو قرآن سرد بوده، شلوار پوشیدم، دامن پوشیدم، اصلا خیلی بده. اینجا رسمه بعد از اینکه غذا میخوریم اینجوری دراز میکشیم، بعد به این فکر میکنیم که حالا چطوری باید بلندشیم بریم هتل. غذایی که خوردیم انقدر تند بود از همه جامون داره تندی میریزه بیرون.